برادرانم و خواهران بزرگوارم، لیلة القدر شبی است که تمام درهای آسمان گشاده خواهد شد و تمام دوست داشته ترین بندگان الله به الله خود را نزدیک خواهند کرد و در این شب خطاب شما شنیده خواهد شد و جواب صحبت شما، سخن شما از جانب الله به شما گردانیده خواهد شد و در این شب به عمل کنندگان اجر بزرگی را نوشته خواهد شد و این شب بهتر از 1000 ماه است. کوشش بکنید، اجتهاد بکنید، الله شما را و ما را رحمت بکند. کوشش بکنید تا که این شب را دریابید و هیچگاه ناامید از درگاه الله نباشید. واحذروا، برحذر باشید، برحذر باشید از غفلت و از نادیدگیری نعمت الله. برحذر باشید از غفلت، از اون غفلتی که رنج و عصیان را به برگردن شما خواهد آورد. پس از پروردگارمان الله رب العزت و الجلال دعا میکنیم که اللهم اجعلنا ممن صام الشهر. پروردگارا ما را از جمله کسانی بگردان که این ماه مبارک رمضان را روزه بگیریم و شب قدر را دریابیم و از ثواب جزیلش و اجر بزرگش فائز و برخوردار باشیم. اللهم ای پروردگارا ما را از جمله سبقت کننده به سوی نیکیت بگردانی و از سوی منکرات و بدی ما را دور گردانی و ما را از جمله بهترین انسان ها در این دنیا و آخرت بگردانی. پروردگارا به ما رزق شکر نعمتت را و حسن عبادتت را عطا فرما و ما را از جمله بندگان اطاعت کننده و دوستانت قرار بده و در این دنیا و آخرت به ما نیکویی را عطا بفرما و ما را از عذاب بزرگت و از عذاب سختت نجات بده. گناه ما را، پدران ما را، خواهر و برادران و تمام مسلمانان روی دنیا را ببخش و همه ما را رحمت کن ای ارحم الراحمین. و صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن